بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره بهتون آموزش بدم که چطوری آموزش که بابا آموزش یه اپ. خب ببخشید بچه ها، امروز قراره با هم یورو ترک سیمولیتر 2 رو بازی کنیم. او مای گاد، خیلی بازی خفنیه، خودم خیلی دوستش دارم. حالا من چند مود دارم، مودا رو نمیخوام فعال کنم، همشو البته اینجا میتونم کار کنم، همشو غیر فعال میکنم. اینجا کمپانی منه، کمپانی که بالا آره دیگه قرار. اینجا من میخوام کامیون خودم رو انتخاب کامیون بخرم، یه کامیون خودم دارم. من یه وولوو دارم خوشگلم هست رو به شما نشون بدم. وولوو اچه، نه این نه، این یکی راننده هم نداره، شما نشون بدم. اینه اینه اچ 540 اسب بخوره، کامیون خوبیه، باحال، راضی آمده. حالا ببینم دیگه، به نظرم یه کامیون بگیر. چند تا کمپانی اینجا داشته، داف بگیریم یا مان بگیریم؟ داف بگیریم یا مان؟ مان بگیریم یا تو داف بگیریم؟ یه داف ایکسف بگیریم آجی. خیلی کامیون خوبیه، من خودم خیلی خوشم میاد. خب یه داف اینجا داریم که خوشگله. خب داف ایکسف اگه داشته باشم، خب این گفته همین داف ایکسف بگیریم. 460 دست رو خیلی هم خوبه، خوشگلم. ما اینو بریم کاستومایز کنیم. خب این داف خوشگلمون چه درجه دوستش داری؟ والا من نوستالژی دوست دارم، نوستالژی. خب سقف کوتاه، سقف بلند باشه اوکی. این خوب یا این هم خوبه، حالت عادیش باشه بهتره نه؟ حالت خودش باشه اوکی داره نه؟ حالا همینطوری بمونه اوکی. اینجا این هم خوبه، 6 تلفن اینو میگیرم، این خوبه اوکی. همین رو میگیرم. خب موتورشو همین 460 بمونه. 12 اینو بگیرم. خب کابینم که خداییش خوشگله، همین اینم خوشگله. یه چوبی داره حاجی، چوبیشو بگیریم. به چقدر جذاب این کامیون. مثلا کامیون قدیمی حال میکنن دیگه. قرمزشو بگیریم، قرمز. به 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 حاجی نه آخه اینجا اصل کار یه بوقه داریم. چرا اینجا داریم؟ اینجا آره از اینو بده. اینجا هم که اون ته اینو بذاریم.
این زیرش هم نارنجی بده. بیاریم بالا. خیلی قشنگ شده دیگه. اوف. خب حالا اینجا رو یه همین باشه، اینجا که نه